خیلی عزیز و نازنین داریم که از زبان خودشان میشنویم که کی هستند و چه ویژگی ها دارند. سلام علیکم احمد زیا جان. و علیکم السلام. میشه خود در بیننده معرفی کنی؟ اسمم احمد زیا، متعلم صنف دوم الف، مکتب خصوصی عثمان دانش. آفرین. دیگه احمد زیا جان مقام چندم در صنف داری یا چندم نمره هستی؟ مقام دوم دارم، دوم نمره هستم. به شک. چه تحفه داری امشب برای ما بیننده عزیز ما؟ یک تا شعر توفه. میشه بخوانش بگیری؟ بسم الله الرحمن الرحیم. چشم ما از علم روشن می شود، خارزار از علم گلشن می شود. مکتب ما جای علم و دانش است، کار ما آنجا نوشت و خوانش است. هر کی دانشمند شد هر جا که هست، می رسد از کار و خوبی به دست. ماشاءالله تشکر از این تحفه بسیار مقبول و زیبای.